میکنه. اونم خوب کردی، حقش بود. زن پلیس کمار اسلامی ایرانه هفکار سوچکیه اندام لشکری بینرزی کشتینا اله حسین نژاد. دی ویدیویا اعتراف کردن نزلالده پسند دیکن. ویدیو اعترافن کجره اله حسین نژاد ده که حتیه وشاندن ام شاهد دیمنک شوک دیبن. دما کو اولی کشتینا ویجینا جوان میکرته کجر دیبیجه. من دید که اولی برسوی دیده از چیز بوم. من گفت که همیجن ویهانه. لیتیشته که و سوجه دیجمیناتیه و دیگوهرین سوجه که رهستین کری و جهیلا دولته و تپیشتگیری کرن. دنگ اندامن لشکری ان کمارا اسلامی یا ایرانه یعنی پیشت پرده یه. که بی سربون و نفرت دیبیجن. تباش کر و هکر. او هوک نتنه پیجراندینا کشتینا جینک بپرستین ان لیدی همان دمه ده کراهی گندلی جداکاری و نیرنن باویک سالار دیسازی انفرمی ان حکومت جی نیشان دیدن. پلیس که دیو پارزوانن جیانا ولاتیان بین دیو ویدیوی ده وکی هفکار روشن بیری و پسیکولوژیک جرک دیجمیناتیه سوی دیبن. یکشی لشکران هتا سوزده کجر. مسوزده کویم علی کاریت بیکن. گلو پلیس هول دیدن که دوزه جی خوله راکن و کجر ریزگار بیکن. گلو کشتینا جنانی کمارا اسلامی ایدین تنسوجه لیدی همان دمه ده تشویق گیرن. ایو دوز جی کشتنه که شخصی بهتره. اف سیستمه که نیشان دیده که جینان وکی دیجمین دیبینه دنگ نرازی بونه بی گوله‌ام بدنگ دیگه و کجرن دیجمین جینان دی پارزه. این خونه تو صندلی پشتم خون افتاد دست خود بودی دست اون بوده چی بودم؟ خون هست تو صندلی پشتی هست. شاید عقب باشه. الان نگاه کن. جاشو بلدی دقیقاً. آره میامه. شاید دقیقاً میکنه. اونم خوب کردی حقش بود. زن با من دیگه داداش. من قول بدادم با من. هر چی خواستی به من. تا الان رو اینطوریه من به قرآن نبودم 95 کیلو وزنم ولی 20 کیلو نداره بعد چی شد تو ماشین رو من بود دیگه به فرض نوتون همچنان داغون شده بود سر قائمیه ایران خوب کرد خوبش کرد حقش بود از خودش دفاع میکنم فلان به خدایا از میگیره به تد و تصویر نه آقا بدش بعد آخرش چی دیده از خودش دفاع میکنه مثلا گفت نه خلافم اینطوریه فعلا من ناراحت شده گفتم یعنی تمام زنان اینطوریه بعد گفتم تا اینطوری یه دونه تا گفتم بزن حرف کنم بعد دوباره من مقاومت کرد تو ماشین کجاشو زدی؟ اول کجاشو زدی؟ چند ضربه بزدی؟ چاقو رو چیکار کردی؟ چاقو رو هم انداختم اونجا انداختیم